کریک هاربر ترکیبی از داونتاون و مارینا. کریک هاربر شامل دو منطقه اصلیه، یکی منطقه کریک آیلند و دوم منطقه کریک مینلند و منطقه کریک مینلند در حال ساخته و داخلش پروژه‌های بسیار عالی و جذابی داره. منطقه کریک هاربر شامل برج کریک، مناطق سرسبز و بسیار زیبا، پارک حفاظت شده فلامینگوها و زمین گل. کریک هاربر شامل بزرگترین برج دنیا هستش و عرضم به حضورتون بزرگترین مال دبی و دنیا توی منطقه کریک هاربر داره ساخته میشه در نزدیکی برج کریک. منطقه کریک چون توسط شرکت امار ساخته شده و شرکت امار هم وقتی یک منطقه رو شروع به ساخت میکنه براش بیمارستان، مدرسه، فروشگاه و تمام امکانات رفاهی رو براش مهیا میکنه. منطقه کریک هاربر دو تا ورودی داره، یکی از سمت رأس الخور هستش و دومی هم از سمت فستیوال سیتی. دسترسی خیلی عالی داره به مترو، 4 تا مترو برای منطقه کریک هاربر در نظر گرفتن، 4 تا ایستگاه بسیار عالی تو 4 نقطه مختلف کریک هاربر. تو منطقه کریک هاربر شرکت امار جدیدترین پروژه‌ای رو که داره معرفی میکنه تو منطقه گرین گیت هستش. گرین گیت منطقه‌ای هستش که کلاً 48000 متر مربع هستش و 5 تا برج داخلش هست. برای دریافت اطلاعات این شهرک بسیار زیبا میتونید با من حمیدی در تماس باشید.